همه طلایی‌های عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب در این قسمت ما می‌خوایم که طلای خودمون رو بفروشیم و تسویه ریالی انجام بدیم. خب ابتدا در قسمت فروش طلا ما میریم و اینجا مقدار طلایی رو که می‌خوایم وارد کنیم رو میزنیم. بر فرض مثال من می‌خوام 12 گرم و 500 سوت طلای خودم رو بفروشم. دقت کنید که هر 1000 سوتی برابر با 1 گرم هستش که همچین مبلغی رو سامانه برای ما میفروشه و یا اینجا میتونیم که گزینه فروش به اندازه کل موجودی رو بزنیم که من این مقدار رو وارد کردم و روی اون کلیک میکنم و سپس تایید میکنم. بلافاصله تراکنش انجام میشه و شما میتونید که دریافت فاکتور رو بزنید که فاکتورتون رو مشاهده کنید و یک پیامک برای شما ارسال میشه که شما اینجا گزینه بازگشت به صفحه اصلی رو میزنید. خب برای ثبت درخواست تسویه ریالی ابتدا به قسمت تسویه ریالی رفته و روی گزینه ایجاد درخواست جدید کلیک. همونطور که مشاهده میکنید یه همچین صفحه رو برای ما نمایش داده میشه که موجودی ریالی کیف پول ما اینجا قابل مشاهده هستش و ما میتونیم اینجا مبلغی رو که میخوایم تسویه کنیم رو وارد میکنیم که من بر فرض مثال میخوام 40 میلیون تومان رو تسویه کنم. دوستان، تسویه حساب بانکی حداکثر تا 24 ساعت کاری توسط بانک انجام میشه در نوبت‌های زمانی ساعت 3 بعد از ظهر و 8 شب. این رو هم اضافه کنم که بعضی از بانک‌ها مانند تجارت، کشاورزی، سپه و انصار در ساعت 8 شب پایان میشن. پیشنهاد میکنیم بانک ملت، صادرات و بانک ملی استفاده کنید که توی حساب مقصدتون شما میتونید از اون رو انتخاب کنید. و اینجا روی ثبت درخواست کلیک میکنم. خب اینجا برای من در صفحه ارسال به بانک وضعیتمو نشون میده و همون آن برای شما پیامک ارسال میشه که شما میتونید که تسویه حساب ریالی خودتون رو داشته باشید. خب دوستان، این بود از آموزش تسویه ریالی و فروش مقدار طلایی رو که مد نظرمون بود. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.